سرخط مهمترین خبرها: تاجیکستان قریب 95 میلیون دلار کمک گرفته است. 400 ناظر راه را کم می کنند و کمیته انداز نام 10 قرضدار کلان را اعلام کرد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرها. امروز 16 فوریه است و ساعت در دوشنبه 9. سال 2023 تاجیکستان از 61 کشور خارجی در حجم قریب 95 میلیون دلار کمک بشردوستانه گرفته است. به اطلاع خدمات گمرک، چین و ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک رسان‌های تاجیکستان در سال گذشته بودند و بیش از نصف حجم یاری‌ها از این دو کشور است. بلژیک، روسیه، قزاقستان، ترکیه، هندوستان، دانیا، آلمان، کره جنوبی و فرانسه از کمک رسان‌های دیگری تاجیکستان در سال 2023 بودند. مقامات درباره صرف و خرج کمک‌های بشردوستانه معلومات ندادند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت حدود 400 ناظر راه اختصار کرده می‌شوند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینور امسال فرمان داده بود که تعداد ناظران راه و یا کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی 30% کم کرده شوند. خبرنگاران روز 15 فوریه از وزیر کارهای داخلی پرسیدند که 400 کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی که اختصار می‌شوند از کار جواب داده می‌شوند. رمضان رحیم‌زاده گفت این تعداد کارمندان کارشان را در دیگر ساختارهای وزارت کارهای داخلی ادامه می‌دهند. شکایت رانندگان از رشوه‌ستانی و خودسری کارمندان گئی در کشور کم نیست. تعداد کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را در حال کم می‌کنند که در خیابان‌های دوشنبه اکنون رادارهای سرعتیاب نصب شده است. مقامات گفتند این رادارها 19 نوع قانون ویرانکنی از جمله نبستن تسمه و از معیار زیاد حرکت کردن نقلیات را ثبت و به مخزن یگانه می‌فرستد. روز 15 فوریه در نشست وزارت کارهای داخلی مسئله نصب رادارها صدا داد، اما مقامات گفتند این کار اساساً از سوی اداره شهری هوشمند انجام می شود که زیر ساختار شهرداری دوشنبه است. بینندگان عزیز، به نظر شما کم شدن کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و نصب رادارها حرکت نقلیات در راههای کشور را بهتر بکند یا بدتر؟ سفارت آمریکا در دوشنبه برای مکتب‌های میانه تاجیکستان 242,000 کتاب درسی به زبان انگلیسی تقدیم کرد. کتاب‌ها برای خوانندگان صنف‌های 10 و 11 در نظر گرفته شدند. این مواد تعلیمی روز 15 فوریه طی مراسمی که در آن سفیر آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر، نماینده دائمی شبکه آقاخان قاضی دولت قائمدادوف و وزیر معارف تاجیکستان رحیم سیدزاده اشتراک داشتند، به وزارت معارف و علم سپرده شد. به اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان از این شماره 115,000 کتاب برای خوانندگان صنف‌های 10 و همین مقدار برای مکتبخوان‌های صنف‌های 11 در نظر گرفته شده است. همچنین 12,000 کتاب برای آموزگاران اختصاص داده شده است. منبع میگوید که همچنین 12,000 CD دارای مواد تعلیمی برای معلمان در اختیار وزارت معارف و علم تاجیکستان گذاشته شد. طوری از سفارت آمریکا در تاجیکستان گفتند این کتاب‌های درسی زبان انگلیسی به معیارهای مقرر نموده وزارت معارف و علم برای برنامه‌های تعلیمی زبان انگلیسی موافقت می‌کند. در محله به نام شرطی کابلی کوچک پایتخت هند شهر دهلی، پناهجویان افغانستانی به سر میبرند که بعد اشغال قدرت در افغانستان از جانب گروه طالبان به اینجا فرار کردند. با گذشت وقت هم این پناهجویان و هم همسایه‌های افغانستان ظاهراً به این اندیشه نزدیک میشوند که جامعه جهانی باید با یک شکل با رژیم محافظه‌کار در کابل همکاری برپا کند. گزارش صدای آمریکا را همکارم خیرمان بقازاده تقدیم میکند. در محله با نام کابلی کوچک در شهر دهلی، پناهجویان افغانستانی حس می‌کنند که همسایه‌های طالبان مناسبت خود را به این رژیم تغییر می‌دهند. تا سال 2023 در سفارت افغانستان در دهلی دیپلمات‌های حکومتی پیشین کار می‌کردند. بعد بازگشت طالبان و غصب حکومت، اکثر کارمندان سفارت در خارج پناهجو شدند و به سفارت نمایندگان طالبان صاحبی کردند. حالا پناهجویان علاج دیگری بجز مراجعت به کنسولگری افغانستان ندارند. مشکلات زیاد میشه. خب پاسپورت نباشه، اول خب پلیس چیزت میکنه، دیپورتت میکنه میگه تو پاسپورت نداری. محمد سلیم میگوید از زمان آمدن طالبان نرخ کاری کنسولگری گرانتر شد. هیچ تنها نیست و با وجود اعتراف نشدن طالبان از طرف جامعه بین المللی، بعضی کشورهای همسایه افغانستان همکاری را با طالبان برآمدند. ماه ینور چین اول شده اعتمادنامه فرستاده طالبان را در پکین قبول کرد. ماه ینور در کابل جلسه با اشتراک دیپلمات‌های روسیه، چین، ایران، پاکستان، ترکیه برپا شد و گروهی بین المللی
تحقیق بحران‌ها همکاری با طالبان را یک امر ناگزیر نامید. کشورهای منطقه بجز همکاری علاج دیگری ندارند. هر چیزی که در افغانستان می‌گذرد همان زمان به خود آنها تاثیر می‌رساند، هم در تجارت و هم امنیت. همکاری منطقه با طالبان هر قدر دشوار هم نباشد ضرور است. همزمان تحریم‌های غرب به ضد طالبان پایبرجا بوده، افغانستان از نظام بین‌المللی بانکی کنده است، چون طالبان حاکم بر کشور را برای پایمال کردن حقوق مردم به خصوص حق زنان و دختران تنقید می‌کنند. برخی تحلیلگران میگویند هرچند برای کشوری دموکراتی مثل هند همکاری با طالبان ناخوشایند است، ولی از منفعت هم خالی نیست. هند در فکر دستیابی به ذخیره‌ها و نفت آسیای مرکزی است. هند منفعت‌داری به پایگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شدن افغانستان نیست، چون بعداً دهلی را هدف قرار می‌دهند. دورنمای زودرس و میان مدت این است که افغانستان یک کشور بای از معدن طبیعی است و همه می‌دانند که آینده اقتصادی منطقه در ارتباط با هم است. اگرچه زندگی برای بعضی ساکنان کابل کوچک در دهلی آسان نیست، آنها همکاری با طالبان را غیر قابل قبول مینامند. احمد پرویز پیش از ترک افغانستان یک مربی ورزشی بود. مشکلی ما زیاد است چون جای کار نداریم، برای خوراک و پول خانه پول نداریم. ما همه یک افسردگی سخت داریم. احمد پرویز میگوید چون برای نداشتن ریش طالبان با او تهدید کرده اند، دیگر به افغانستان برگشتنی نیست. کمیته اندازه تاجیکستان نام 10 قرضدار کلان در نزد بودجه را اعلان کرد. در نشست خبری این نهاد گفتند که قرضدار از همه کلان کارخانه‌های آژانسی بهداشت زمین و آبیاری است که مبلغ قرضش قریب 84 میلیون سومانی می باشد. این نهاد مسئول تامین زمین‌های کشاورزی با آب پالزی است. در جای دوم کارخانه‌های خواجگی منزلی کمونالی بودند که قرضشان 73 میلیون سومانی است. شبکه‌های تقسیمات که بعد تجدید شرکت برق تاجیک تشکیل شد، از انداز 67 میلیون سومانی قرضدار بوده است. تاجیک تلکام شرکت زیرتابع خدمات علاقه از انداز 37 میلیون سومانی قرضدار بوده است. کان انگشت ضدی، کارخانه آلومین ساختمان، انگشت، شبکه‌های انتقال، فرودگاه دوشنبه و کارخانه دولتی خدمت رسانی به نقلیات سانیتری شهر خوجند از کلانترین قرضداران از انداز بودند. انداز و گرانی آن در تاجیکستان از موضوعهای نگران کننده در بخش اقتصادی کشور گفته می شود. مقامات میگویند با قبول کودکس نو نامگوی اندازها را کم کردند، اما صاحبکاران گفتند انداز همچنان گران است. وزارت کارهای خارجه روسیه به سفارت ازبکستان در مسکو نوت اعتراضی سپارید. این نامه بعد سخنان رئیس دانشگاه روزنامه‌نگاری و ارتباط عمومی ازبکستان درباره ندانستن زبان ازبکی سپاریده شد. وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است مسکو سخنان رئیس دانشگاه شیرزادخان قدرتخوجایف را تحقیر کننده و غیر قابل قبول می‌حسابد. قدرتخوجایف در یک مصاحبه‌اش نسبت ازبکستانی هایی که زبان ازبکی را نمیدانند از قبل کارل مارکس گفت تنها دو طایفه از زبان کشور استقامتشان را نمیدانند، آنها یا غاصب هستند یا احمق. در اعتراضنامه وزارت کارهای خارجه روسیه آمده است که چنین اظهارات کاملا خلاف مناسبت‌های شریکی استراتژی روسیه و ازبکستان است. مقامات ازبکستان هنوز اظهار نظر قدرتخوجایف را شرح ندادند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 فوریه را فرا می‌گیرد. 16 فوریه سال 2005 با رضایت شرکت‌های روسی اینتر و یس و وزارت انرژتیک تاجیکستان جمعیت سهامی کشاده سنگتوده 1 تأسیس شد که تا سال 2013 قدرت تولید برق را در رودخانه وخش تا 670 مگاوات رسانید. 75% سهمیه‌های آن به روسیه و 25%اش به تاجیکستان مربوط بوده، یکی از مؤسسه‌های مهم استراتژی به شمار می‌رود. 16 فوریه سال 2011 پارلمان تاجیکستان قانونی را قبول کرد که به پیشگیری از مبلغ‌گذاری تروریسم روانه شده است. هدف این قانون نظارت عملیات بانکی شبهه‌ناک یعنی انتقال مبلغ‌هایی است که امکان دارد برای اعمال تروریستی و دستگیری و کمک این گروه‌ها مصرف شود. ناقدان میگویند حکومت از این قانون ضد مخالفان سیاسی و نزدیکان آنها استفاده می‌کند.
16 فوریه سال 1954 زادروز حاجی اکبر تورجانزاده مفتی سابق تاجیکستان می باشد. تورجانزاده سالهای آخر شوروی رهبر اداره قاضیات مسلمانان تاجیکستان و بعداً عضو شورای عالی تاجیکستان بود. در مقام نایب اول رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شرکت‌دار فعال مذاکرات صلح تاجیکان بود و بعداً در مقام معاون اول نخست وزیر تاجیکستان کار کرد. حاجی اکبر تورجانزاده بعد رفتن از مقام‌های دولتی با مطبوعات درباره کارخانه تالکو وضع سیاسی و دینی کشور صحبت‌ها می‌کرد ولی دیگر به سیاست برنگشت. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در برابر اسعار سامانه کم پایان رفته ارزش دلار آمریکایی باشد بی تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 117 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود، اما شما می توانید در روزهای استراحت هم آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوشخواهانم. خدا نگهدار.